های گایز رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. این در واقع اولین ویدیوی کانالمه. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. این ویدیو میخوایم ماینکرافت بازی کنیم. امیدوارم حمایت بشه. اگه حمایت بشه هر روز یه پارت براتون میذارم و حرفی نمیمونه. بریم سراغ ویدیو. خب من یه دنیای جدید ساختم، هیچ کاری هم توش نکردم. خب بریم ویدیو رو شروع کنیم. اول یکم سوب میکنیم به خاطر اینکه سوب زیاد نیاز داریم. فکر کنم تقریبا تو بایم خوبی هم اسپان شدم. خدا کنه گوسفند داشته باشیم، شب اول مجبور نباشیم یه توی یه غار کوچولو زندگی کنیم، شبو بگذرونیم. خدا نکنه این اتفاق بیفته. خب من که یکم سوپ دارم، بذار یه کرفتین تیبل درست کنم. خب یه عکس ساختم. بریم ببینیم یه گوسفندی چیزی پیدا میکنیم. خب گوسفند پیدا نشد ولی تعدادی مرغ. خدا کنه یه جای پیدا بشه. خدا تا آن لذت ده. یه چیزی پیدا شد. من نیاز دارم، خیلی بهش نیاز دارم. حتی یه گوسفندم نیست. یه وضع در این حد خرابه. خب یک مقداری حیوان زنده یافت شد، ولی خدا کنه گوسفندم دیده بشه. فقط دیده بشه، مهم نیست چطور، چه رنگی. نگاه، شانس اینطوری پیدا میشه. شانسی که نه، پیدا هم که نمیشه، باید اینطوری باشه. با تا کاری ندارم، تو بمون همینجا. بعد نمیزنم. خب میخوام برم اون طرف ها، چون چیز درخت چیزی اصلا وجود نداره. وجود که داره ها کمه، نیست چیزی. با این طرف ها خیلی باحالی هم فکر نکنم باشه. اینا رو واسه غذا میخوام یکم، فکر کنم نیاز باشه. خب تا اینجا ویدیو خوب پیشرفت خوبی داشتیم واسه روز اول. با همین فرمون بریم. یه سه قسمتی فکر کنم طول بکشه بریم ندر، ولی خب بازم خوبه، خیلی هم خوبه. خب یکم طول به دست بیاریم، به دست که ترس کنم بکنی. یکم طول که کندیم، میخوام یه خونه تقریبا نقلی درست کنم. حالا با گذشت یکم زمان یه خونه باحالی میسازم، نسبتا بزرگ.
فکر نکنم خونه فعلا بتونم بسازم، به خاطر همین یه زیرزمینی میسازم که برم بکپم. خب حالا تخت اولو بذاریم. خوابیدیم. ریسمان هم فکر کنم ست شد. آره ست شد ریسمان. تا اینجا خیلی خوب شد. فکر کنم الان باید یه خونه بسازم. نه اول سب کن، میخوام سنگ پیدا کنم بعد ماین کنم. یادم اون طرف های سنگایی. خب استون کجایی؟ آیرونم پیدا شد، زیادم پیدا شد، خدا رو شکر باز پیدا شد. خب من چون که اینجا رو گم نکنم یه سب کن اینجا بذارم. خب نه خیلی هم فال دمیج نخوردم، اینجا رو گم نکنم اینو میذارم. این طرف ها باید یه سنگای یه استونی باشه. خب استون که این ورا نبود ولی این طرف ها هست. خب اینو میزنیم. خب یه 6 تا نه 6 تا زیادتر میخوام. 6 تا واسه اونا، 8 تا واسه اینا، حدود 14 تا میخوام. یه دونم محض احتیاط، 2 تا محض احتیاط کندم متاسفانه. خب اول اینو یه استونکسی میسازیم، بعد یه مقداری هم استیک میسازیم که باهاش پیککس سنگی درست کنیم. استون پیککس هم که ساختیم، کرفتین تیبل رو میکنیم میبریم پیش اونجا یه خونه باحال درست کنیم. تا اینجا خیلی خوبه، وضعیتمون عالیه. خب یکم از اینجا کندیم، یکم از اینجا میکنیم. کندش رو ببینم چقدر داریم. خوبه بدک نیست، ولی باید یکم هم از این سفیدا بکنم. خب الان میخوام یه خونه تقریبا باحالی درست کنم. 1 2 3 4 5. خب سب کن. خب 4 تا فکر کنم باید بس باشه. آره 4 تا بس، بیشتر از 4 تا بزرگ میشه، خیلی هم بزرگ میشه. این از این.
یه دونه هم اینجا. خب تا اینجا همه چی خوب پیش رفت. حاجی این زیاد دراز شد، سب کن یکشو بردارم. خب بس دیگه، بیشتر از این نمیخواد دراز شد. چه خبره من؟ خب فکر کنم خوبه. آره خیلی هم خوب شد. اینجا یه دونه کرافتینگ تیبل رو میذارم اینجا، بعد میام با کرافتینگ تیبل صف کنم در میسازم، بعد در رو میذارم اینجا، بعد به دمم میذارم اینجا. خب این از اینم از این. حالا اینا رو نگه میدارم. یکم دیگه هم نیاز شد. حالا اینو ماتتش هم استفاده کنم حیفه. شکست. خب برگرد همین، فقط دوتا. یه اسپان هم سک کنم. چرا رفتم تو کرافتینگ تیبل؟ خب حالا این از این. اینو میذاریم اینجا، یکم نیاز به غذا داریم. یه دست سب کنیم. خب رباله. خب بس. خب اینو داد من یکم یه سیستم ساختیم. سیستم میذارم اینجا. سیستم خوب تا بود. اینو از این الان واسه پخت و پز لازم میشه. بذار اینجا. بس یه دونه دیگه هم بخوریم. عالی. خب
استیک داشتم. یه تورچی بسازیم حالا. خب شد 8 تورچ. بس دیگه، بیشتر از این سراغ نمیم. این باقی موندهش هم مال خودم. خب تقریبا کم مونده شب بشه. بریم یکم دیگه هم ماین کنیم. ماین کنم کندوکاو اضافه است، بدید ما ببریم زحمت. خب خب اینم از این. صف کنیم. یه درخت اینجا میکنم، یه درخت هم اینجا. اینا بزرگ شدن دیدنی میشن. خب حالا شبه، یکم بخوابیم. یه خواب شیرین. حالا نمیدونم چطوری میخوام برم اینجا، ولی میرم. البته راه سختی هم نداره، ولی خب خب به نظرم تا اینجا خوب پیش رفتیم. بس نمیخوام تایم ویدیو خیلی طولانی بشه. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تو ویدیوی بعد میبینم. خداحافظ.